القرآن و وفقنا للعمل به. خب بحث و گفتگومون در رابطه با امکان تجزی یا عدم امکان تجزی در اجتهاد بود. عرض کردیم که در مسئله 3 قول وجود داره. قول اول قول به استحاله بود، قول دوم قول به وجوب بود و قول سوم قول به امکان تجزی در اجتهاد. ما عرض کردیم که نه، قول اول رو قبول داریم که استحاله باشه، گفتن تجزی در اجتهاد امر محال است، ادله اونها رو نقل کردیم و نقل کردیم. قول دوم که قول مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه و دیگران بود که اینها برعکس قائل بودن که تجزی در اجتهاد واجبه، ضرورت داره. بله، دلیلشون هم این بوده است. نمیدونم عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای خویی چه آخوند رو یا نگفتیم؟ قول دوم نگفتیم؟ بله، قول دوم قول مرحوم آخوند خراسانی و من تبعش می باشد. اونها می گویند تجزی در اجتهاد واجب است. دلیلش آن است که راه رسیدن به اجتهاد مطلق اجتهاد به تجزی است و الا مهمه و الا بدون تجزی در اجتهاد رسیدن به اجتهاد مطلق محال می باشد. و تعبیر مرحوم آخوند این است که بدون تجزی در اجتهاد رسیدن به اجتهاد مطلق تفره است. تفره یعنی تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه. بله، تحقق ذل مقدمه بدون تحقق مقدمه هست و این امر این امر محال می باشد. این خلاصه دلیل مرحوم آخوند خراسانی و من تبعش. بعد مثالی هم که میزنن اینی که میگه شما میخواد به یک نردبانی بالا بری که 10 تا پله داره، رسیدن به پله 10 متوقف اینی که از پله اول و دوم برید و الا شما میخواد به پله 10 برسید بدون پله اول و دوم، این تفره هست. یعنی گویا میخواد بگید که من پله 10 رو میرم بدون اینکه پله های قبلی رو طی کرده باشم. نه، راه رسیدن به پله 10 بله اینی که پله های قبلی رو طی کرده باشیم. پس ایشون یک ملازمه در واقع قائل میشن بین اجتهاد تجزی و اجتهاد مطلق. میگه راه رسیدن به اجتهاد مطلق اجتهاد چیه؟ تجزیه. اگر اجتهاد تجزی نباشد اجتهاد مطلق هم وجود نخواهد داشت. و اگر کسی بگوید بدون تجزی در اجتهاد انسان به اجتهاد مطلق میرسد، این تفره هست. تفره گفتی یعنی چی؟ یعنی بدون پیمودن مقدمات انسان به ذل مقدمه برسد. این خلاصه دلیل قول دوم است. عرض ما این است که همون گونه که قول به استحاله صحیح نبوده، قول به ضرورت و وجوب تجزی اجتهادم صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تحقق
تحقق اجتهاد مطلق متوقف بر اجتهاد تجزی نیست. ببین این بزرگواران اول اومدن یک تلازمی برقرار کردن، گفتن راه رسیدن به اجتهاد مطلق اجتهاد تجزیه. اگر ما تجزی را طی نکنیم به مطلق نمیرسیم. ما میگیم مد دلیل علی ذالک. کی گفته اجتهاد مطلق متوقف بر اجتهاد در تجزی می باشد؟ ما این ملازمه را قبول نداریم. و شاهد علی ذالک، شاهد بر این مطلب این است که عقلاً ممکن است که شخص در زمان واقع بله در چندین باب از ابواب فقه مشغول چی باشه؟ استنباط باشه. بله آیا اینی که شما اول باید در طهارت صاحب نظر بشی بعد برید صلات بعد برید زکات؟ بله نه، شما میتونید همزمان یک نفر، همزمانی که میگیم همزمان به دقت عقلی نه، بله یعنی در یک برهه از زمان طرف میگه هم در باب طهارت داره اظهار نظر میکنه، هم در باب صلات، هم در باب زکات. پس استنباط همزمان در ابواب مختلف هیچ گونه استحاله عقلی بفرمایید نداره. روشن شد مسئله؟ پس جواب عمده این است که هیچ ملازمه ای بین اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی وجود ندارد. خب اما قول سوم که قول مقبول و مختارم همینه، امکان تجزی در بفرمایید اجتهاد است. خب مهمترین دلیل یادداشت بفرمایید، مهمترین دلیل بر جواز و امکان تجزی در اجتهاد بحث از جواز یا عدم جواز تقلید دیگران از مجتهد متجزی است. بله انشاءالله بحث میکنیم، همین امروز بهش میرسیم. آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است یا جایز نیست؟ همون کنی که بحث میکنیم که تقلید از مجتهد مطلق جایزه، آیا تقلید از مجتهد متجزی هم جایزه یا جایز نیست؟ ادامه بدید. بحث از جواز و عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی فرع بر امکان اجتهاد متجزی است. فیاض روشن شد؟ ببین اگر اجتهاد تجزی امکان نداشته باشد بحث از تقلید از او یا عدم تقلید او معنا نداره، میشه سالبه منتفی به انتفاع موضوع. اصلا شما مجتهد متجزی ندارید تا بحث بکنیم تقلید از او جایز است یا جایز نیست. از این که فقها میان بحث میکنن آیا تقلید از متجزی جایز ام لا، پس معلومی که اجتهاد در اجتهاد متجزی امر چیه؟ ممکن و مفروغ عنه. یعنی ما مجتهد متجزی داریم همون گونه که مجتهد مطلق داریم. بعد بیایم بحث میکنیم همون گونه که تقلید از مجتهد مطلق جایز است، آیا از مجتهد متجزی هم جایز یا جایز نیست؟ روشن شد؟ پس ادل دلیل علی امکان جواز تجزی فی الاجتهاد، ادل دلیل چیه؟ بحث عن جواز تقلیدی و او عدم
جواز تقلید عن المتجزی. همین که بحث میکنیم آیا تقلید از متجزی جائز است یا جائز نیست، پس معلومه که اجتهاد در تجزی چی امره ممکن می باشد. و به نظر ما این که در میان اقوال ثلاثه همین قول خدمت از اون که مختار باشه. یعنی ما معتقدیم که اجتهاد در تجزی امر ممکن می باشد. دلیلش هم که عرض کردیم اونا گفتن که مستحیل هست، آیا اونا تقسیم کردن اجتهاد یعنی آوردن این بحث کردن این بحث تجزیه؟ بله الان بحث میکنیم انشاءالله امروز بحث تقلید رو مطرح میکنن. دقت کردید ما ادله اونا اصلا میگفتن اجتهاد در تجزی امر ممکن نیست، امر چیه؟ محاله. دقت کردید؟ پس ما ادله اونها رو چا کردیم؟ باطل کردیم. درست شد؟ اما حالا میخوایم بحث بکنیم که حالا محال است واجب است یا ممکنه؟ بله؟ مرحوم آخوند میفرماد واجبه، ما میگیم نه واجب نیست. اون تلازم رو قبول نداریم، بلکه امر ممکن می باشد. پس اونها که قائل به استحاله از محل بحث چی هستند؟ خارجن. یعنی انشاءالله بحث بعدی میکنیم که آیا تقلید از مجتهد متجزی جائز یا جائز نیست. اصلا قائلین به استحاله داخل در این بحث ما نمی باشن. اینا اصلا میگه ما مجتهد متجزی نداریم تا شما میخواد بحث بکنید که تقلید جائز یا جایز نیست. این بحث را ما میبریم کسانی که قائلن به وجوب تجزی یا امکان تجزی. خب هذا تمام الکلام در رابطه با امکان تجزی در اجتهاد یا عدم امکان. اما بحث بعدی که بسیار مهمه که گفتیم شاید از یک جهت هم نوعم باشه و مورد ابتلا هم باشه، یادداشت بفرمایید. بعد از پذیرش امکان تجزی در اجتهاد 3 سوال مهم مطرح می شود. خب شما گفتید تجزی در اجتهاد امر ممکنی هست، حالا به این سوالات ما هم باید جواب بدید. 1. آیا مجتهد متجزی باید به رأی و نظر خود عمل کند و تقلید بر او حرام است؟ یا اینکه مجتهد متجزی می تواند از مجتهد مطلق تقلید کند؟ بله، این اولین بحثه. آیا تقلید بر مجتهد متجزی جایز است یا تقلید بر او؟ از او نمیگه ما، بر او. کسی که مجتهد متجزیه باید به فتوای خودش و به رأی و نظر خودش عمل کند، در نتیجه می شود تقلید کردن او از مجتهد مطلق میشه حرام. دقت کردید؟ یا اینکه نه، ما فقط میگیم تجزی در اجتهاد امر ممکنه. زید گرچه توان استنباط بعضی احکام رو دارد ولی معذالک میتواند تو همون مسائلی که توان استنباط را دارد از مجتهد مطلق تقلید بکنه. روشن شد؟ این سوال اوله. علما بحث میکنیم که آیا تجزی در اجتهاد امکان دارد یا امکان ندارد. خب این همه سر کله همدیگه را زدیم به علما تا ثم ماذا. خب بعد چی؟ بله؟ باید این پرسش‌ها پاسخ بدیم.
حالا که شما قائلین به امکان تجزی در اجتهاد، آیا مجتهد متجزی هل یجوز له التقلید ام لا؟ این سوال آنجا در مورد خود این موضوع هم هست یا غیر از این موضوع؟ همین موضوعیه که صاحب نظره. نه، صاحب نظر در مثلا در باب طهارته، یعنی در باب همین طهارت. بله، در همین باب نه ابواب دیگه که تو ابواب دیگر که صاحب نظر نیست که او عوامه، باید تقلید کنه. تو همین بابی که صاحب نظر است باید به نظر خودش عمل بکند، نه یا جایزی که به نظر دیگران عمل بکنه. تو همین بابی که صاحب نظر می باشه. درست شد؟ این یک سوال. سوال دوم، حکم تقلید از مجتهد متجزی چیست؟ به تعبیر دیگر، آیا دیگران می توانند در ابوابی که متجزی صاحب نظر شده است از او تقلید کنند، یا تقلید منحصر است به تقلید از مجتهد مطلق؟ حالا فکراتون باید یواشاش درگیر بشه. دقت کردید؟ الان ما اقوال میخونیم، یه عده میگن اصلا تقلید از مجتهد متجزی حرامه، ولی به زن میرسی که آقا کسی که تمام توان و وقت خودش رو صرف کرده در یک باب، او در همین باب ای چه بسا اقوا باشد، بله، از مجتهد مطلق. چرا عوام نتونه در باب طهارت از مجتهد متجزی تقلید بکنه؟ روشه شد؟ یه عده به صراحت میگه لا یجوز و تقلید المتجزی، تقلید از متجزی جایز نیست. یه عده میگوین جایز است، یه عده تفصیل میدهن در مسئله. روشن شد مسئله؟ اما مطلب سوم، آیا مجتهد متجزی میتواند عهدهدار منصب قضا شود و اگر قضاوت کرد حکمش نافذ هست یا نافذ نیست؟ ببین، منصب قضاوت غیر از منصب فتوا هست. دقت فرمودید؟ تو قضاوت دعوای بین طرفین، این طرف میخواد حکم بکند حق با زید یا حق با امره. آیا منصب قضاوت فقط برای مجتهد مطلق است یا نه جناب مجتهد متجزی هم میتواند به منصب قضا برسد و اگر حکمی هم کرد حکمش برای افراد دیگر چیه؟ نافذ و لازم الاجرا می باشد. این چند تا سوال است. اگر ما قائل شدیم که تجزی در اجتهاد ممکن است، این مسائل رو هم باید پاسخ بدیم. اما مطلب اول چی بوده؟ نظر خود عمل کند. حق در مسئله آن است که
مجتهد متجزی باید به رأی خودش عمل کند و رجوع به غیر جایز بفرمایید نمی باشد. چرا؟ چون ملاکه دیگه گفتید چون ملاک جواز تقلید در او وجود ندارد. درست شد؟ چون ملاک جواز تقلید در مجتهد متجزی وجود نداره. آسه تقییم ملاک جواز تقلید چیه؟ رجوع الجاهل علل عالمه. درست شد؟ خب الان جناب عالی که در باب طهارت خوب کار کردی با ادله حکم شرعی رو میتونید استفاده بکنید. درست شد؟ یصدق علیک انک عالم ام جاهل. عالم. درست شد؟ اما تقلید رو شما چه معنا میکنید؟ رجوع الجاهل الال عالم. اما من که الان در این باب به خصوص صاحب نظر شدم، پس ملاک جواز تقلید در من منتفیه دیگه. رجوع الجاهل الال عالم معنا ندارد. درست شد؟ یادداشتم بفرمایید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عبارتش هم چنین می باشد. ایشون خط بالاتر میگه نه تنها باید به فتوای خودش عمل بکنه، حق رجوع اصلا به غیر ندار. میفرماد لا یجوز له الرجوع الی غیره فی الفتوا. بله، حق نداره در فتوای دیگران رجوع بکنه. یه تذکر یادداشت بفرمایید. آیا بحث جواز تقلید یا عدم جواز تقلید متجزی از غیر متوقف بر حصول استنباط به فتواست یا همون قوه استنباط داشته باشد کافی است؟ اگر نوشتین عنایت کنید که بحث رو توضیح بدم. آیا اینکه شما میگید مجتهد متجزی میتواند تقلید کند یا نکند متوقف بر این که اگر من متجزی حکم را استنباط کردم باید به استنباط خودم عمل کنم یا میتوانم از دیگری تقلید کنم، یا اینکه نه حتی اگر استنباط هم نکردم ولی توان استنباط رو دارم. دقت فرمودید؟ آیا این بحث جواز یا عدم جواز متوقف بر استنباط و عدم استنباط یا نه همون قوه استنباط بفرمایید کافی می باشد؟ یادداشت بفرمایید. مرحوم حضرت امام میفرماید لا یجوز له الرجوع الی غیره مع قوة الاستنباط. مع قوة الاستنباط
یعنی طرف همین که توان استنباط رو داره حق رجوع به غیر رو نداره، اعم از این که فتوایی ازش صادر شده باشد یا فتوایی ازش صادر نشده باشد. و به نظر میسه حق همینه، یعنی کسی که توان استنباط را دارد صدق میکند که او عالم به حکم بفرمایید شرعی هست و اگر عالم به حکم شرعی بوده باشد دیگه اون ملاک تقلید وجود ندارد. اما در مقابل کسانی هستن تفصیل دادن، یه قول دیگر میگه اگر مسئله رو استنباط کرده باشد لا یجوز له تقلید، اما اگر مسئله را استنباط هنوز نکرده یجوز له تقلید می باشد. و به نظر ما اینه که همون حرف امام درسته، کسی که قوه استنباط را داشته باشه میتواند به توانمندی خودش اعتماد بکند و به فتوای خودش بفرمایید عمل بکند. این نسبت به سوال اول. اما مهم سوال دومه. آیا دیگران میتوانند از مجتهد متجزی تقلید بکنن یا خیر؟ یادداشت بفرمایید. فی المسئله اقوال. یک، رجوع و تقلید از چنین مجتهدی مطلقا جایز نیست. اعم از این که مجتهد متجزی در همون بابی که صاحب نظر است اعلم باشد یا اعلم نباشد. خیلی عجیبه، بله؟ شمایی که در باب طهارت تمام وقتتون رو گذاشتید، توانتون گذاشتید، چندین دوره تدریس هم کردی، با اون مجتهد مطلق شد یک دوره باب طهارت رو تدریس کرده، شما به همه جزئیات و ادله تسلط دارید، اون مجتهد مطلق شاید اون گونه نداشته باشد. شما در این باب به خصوص شاید اعلم از مجتهد مطلق باشید. قول اول این که لا یجوز تقلید المتجزی مطلقا یعنی چی گفتیم؟ چه اعلم باشد از مطلق چه اعلم نباشد. خب و چه مطلقا رو یادداشت بفرمایید، و چه در کنار او مجتهد مطلقی وجود داشته باشد بفرمایید یا نداشته باشه. خدا نیاره روزگاری رو مثلا در حوزه های علمیه بگه اصلا مجتهد مطلقی وجود نداره. خدا نیاره چنین روزی رو، و تا الان چنین نبوده و انشاءالله هم نخواهد بود. بله، طبق آیه شریف ما ننسخ من آیت، بله، آنونسها نأتی او مثلی. قطعا انشاءالله کثیری از مجتهدین مطلق هستند. اما این قول دوم میفرماد که چه مجتهد متجزی کناش مجتهد مطلق باشه و این متجزی اعلم از مطلق باشه، حق تقلید از مجتهد متجزی رو نداری. و باز اعم از این که مجتهد مطلقی وجود نداشته باشد یا داشته باشد، مع ذالک از مجتهد متجزی حق تقلید رو نداریم. یادداشت بفرمایید. این قول قائلش مرحوم صاحب عروه
و منطبعش هستند که قائلند که تقلید از متجزی مطلقا جایز نیست. دو، قول به تفصیل است. می‌فرماید اگر مجتهد متجزی مواردی را اجتهاد کرده و فتوا داده است، تقلید از او جایز است. اما اگر هنوز اجتهاد نکرده و فتوا نداده است، بفرمایید تقلید جایز نیست. خب این آقا میگه که شما رجوع میکنید به مجتهد متجزی، میخواد ازش تقلید کنید، کو فتواش؟ بله، یه وقت میگه من فتوا دارم، یه وقت میگه من میتوانم فتوا داشته باشم. این قول دوم میگه نه، در جایی که در یک باب خاص فتوا صادر کرده تقلید از او چیه؟ جایز است. اما اگر توان استنباط را دارد ولی هنوز استنباط نکرده، نه، در اون موارد تقلید جایز نیست. اینم یک قوله، قول به تفصیل. قول سوم، اگر مجتهد متجزی اولا در آن مسائلی که اجتهاد کرده فتوا داشته باشد و ثانیاً مجتهد مطلقی وجود نداشته باشد، در این صورت تقلید از مجتهد متجزی جایز است و الا لا یجوز. آیا حمیدی توضیح بده تفصیل چی میگه؟ تفصیل میگه که اگر اون یعنی در یک مسئله رای گذاشته داده و فتوا داده باشد و ثانیاً اینکه کسی مجتهد مطلق وجود نداشته باشد، از اون تقلید میکنند. پس هر یک از این دو قید بره تقلید از او جایز نیست. یعنی مجتهد مطلق باشد تقلید از او جایز نیست، یا مجتهد مطلق نیست ولی ایشون هنوز فتوایی ندارد، تقلید از او جایز نیست. اما اگر فتوا دارد، یک، در عرض او و در کنار او مجتهد مطلقی هم وجود نداشته باشد، اینجا میفهمد یجوز و تقلید. این سخن فتوای مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه بر عروه سید یزدی است. قول چهارم، اگر مجتهد متجزی مقدار قابل توجهی از احکام را استنباط کرده باشد به گونه‌ای که عنوان فقیه و عارف به احکام بر او صدق نماید،
تقلید از او جایز است. اما اگر تفصیل اینجاست، اما اگر فتوایی ازش صادر نشده یا فتوای اندکی از او صادر شده باشد، تقلید از چنین مجتهد متجزی جایز نیست. بله، فرضاً نگاه بکنید در باب صلات ایشون مجتهده، درست شد؟ حساب بفرمایید که در باب صلات 100 تا مسئله است، ایشون اومده 50 تا فتوا در باب صلات دارد. به گونه عرفاً میگن ایشون عارف به احکام صلات هست. چرا؟ میگه فتواها دارد در باب صلات. بله، به گونه ای که عرفاً صدق میکند عنوان فقیه بر او. یادتون هست؟ گفتیم فرق است بین مجتهد و فقیه. مجتهد رو گفتیم کسی است که توان استنباط دارد، اما فقیه نیست که نه، فتوا هم دارد. میگه اگر فتوای قابل توجهی داشته باشد تقلید از او یجوز، اما اگر نه اصلا در کتاب الصلات فتوا ندارد یا اگر داره معتد به نیست، لا یجوز، تقلید از او جایز نمی باشد. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، ایشون قائل به این تفصیل می باشد. به بار دیگر اگر خیلی مختصر میخوایم حرف ایشون بگیم، مجتهد متجزی رو ایشون میگه دو قسم میشه، این طبیعی شاید رساتر باشه، یا کثیر الاستنباط است یا قلیل الاستنباطه. اگر کثیر الاستنباط باشد تقلید از او جایزه، اما اگر قلیل الاستنباط باشه تقلید از او جایز نمی باشد. اینم قول چندم؟ چهارم. قول پنجم، قول پنجم، اگر مجتهد متجزی کثیر الاستنباط اعلم از مجتهد مطلق باشد تقلید از او جایز می باشد. اما اگر مساوی با مجتهد مطلق باشد یا مجتهد مطلق اعلم از متجزی باشد تقلید از متجزی جایز نیست. به تعبیر دیگر این آقا تفصیل رو برد به اعلم و غیر اعلم بودن. اگر متجزی اعلم از مطلق باشد تقلید از او جایز، اما اگر مساوی باشه یا مطلق اعلم از این متجزی باشد نه تقلید از او جایز نیست. مرحوم آقای بجنوردی رضوان الله تعالی علیه این قول رو و این تفسیر رو قبول کرده. پس اگر میخوام خلاصه بکنیم در مسئله دو قوله، یک تقلید از متجزی جایز نیست مطلقا که صاحب عربه فرمود. قول دوم قول به چیه؟ تفصیله. خود این قول به تفصیل 4 قسم شده است. دقت فرمودید؟ پس لا یجوز مطلقا یجوز مع تفصیل.
پس یک قول اصلا منتفی شد. یک قولی نداریم که تقلید از متجزی جایز باشه مطلقا. پس در مسئله 5 قول باشه. به قول حضرات اساتید ما از قدیم گفتن النقال کالبقال. چی؟ النقال کالبقال. استادی که فقط میاد نقل قول میکنه، میگه در مسئله چند قول وجود داره، این مثل بقال سر کوچه است، مغازه داره. این بقال سر کوچه مغازه دار هیچ یک از اون اساسیی که در مغازشه خودش سازنده نیست. بله، هر وسیله رو از یک جا جمع کرده آورده در مغازه خودش. اما اگر بگی یکی از این وسایل رو خودت ساختی، میگه نه، هیچ کدوم رو من فقط نقل مکان کردم، از جاهای متعدد رو چا کردم؟ جمع کردم. این استاد ما میفرمود استادی که میاد تو درس خارج فقط میگه در مسئله چند قول وجود داره، اما خودش جرأت اظهار نظر رو ندارد، اینو میگن النقال کالبقال. نه، چنین مجتهدی به درد نمیخوره. روز اول گفتیم راه و رسم درس خارج اینه که اول طرح موضوع بکن، بعد اقوال در مسئله رو بیان بکن، ادله اقوال رو هم بیان بکن، در پایان خودت هم باید اخذ مبنا بکنی که در میان این اقوال کدوم قول درسته و چرا این قول درسته و بقیه اقوال درست نیست. یعنی اگر در خودت چنین توانمندی رو دیدی، بگو الحمدلله ملکه اجتهاد در من وجود داره. اما همه ما تا الان النقال کالبقال هستیم که آیا تقلید از متجزی جایز یا جایز نیست. فقط با 5 قول ما آشنا شدیم. اما مرحله دوم بحث یادداشت بفرمایید، بررسی ادله اقوال. به این مرحوم صاحب عروه که میگوید، بله، صاحب عروه که میفرماید تقلید مطلقا جایز نیست. میگه قربون جدت بشیم، چرا جایز نیست؟ ایشون میگه به جدم قسم مسئله همینه. خب اینجا با جدم قسم دیگه مسئله دلیل نمیشه. و دلیل نحن ابناء دلیل ندور حیث ما دارد دلیل. بله، خب هر کجا دلیل باشه ما همونجا نحن ابناء دلیل. اگر خدا عمری بده به شرط حیات، فردا ادله اقوال رو عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد